های گایز، حالتون چطوره؟ تو جلسه امروز میخوایم با هم دیگه یک نگاه کلی و مرور اجمالی روی چند روز گذشته مارکت با هم داشته باشیم و دقیقا همون کاری که به شخصه در مارکت انجام دادم رو ببینیم که به چه صورت بوده و یک ریویو با هم داشته باشیم. میخوام همون ترید هایی که گرفتم رو براتون بررسی و مرور کنم. یک سری معاملات و ترید هایی رو براتون انجام میدم. به شما میگم در این چند روز گذشته به چه شکل میتونستید معامله کنید. خب این از این. بعد از اینکه این چند روز رو براتون بررسی کردم و سیستم معاملاتی که میتونستیم انجام بدیم رو گفتم، میرم اینتری و نقطه ورود هایی که شخص خودم روی چارت گرفتم رو به شما نشون میدم. نگاه کنید دوستان، زمانی که ما به این صورت های مارکت رو میبینیم، خب با لایو مارکت یک تفاوت هایی رو داره، چون در این حالت قیمت حرکاتش رو انجام داده، تیپی هاش رو داده، پوزیشن ها مشخصه، ولی تو لایو مارکت اوضاع فرق داره، چون شما زمان کافی زیادی دارید و میتونید خیلی آسون تایم فریمت رو ببری پایین تر و با فرصت کافی ورودهای متعدد بگیرید. خب ببینیم چه اتفاقی در چارت افتاده. ما از 4 ساعته شروع میکنیم. دیدیم که اینجا کندل ساعت 2 وقتی فراکتال ساعت 18 سه‌شنبه رو زد، خیلی گفتن که قیمت ریورس شده و چنج صورت گرفته و دیدگاه بریک و شکست داشتن نسبت به مارکت و میگفتن چون اول همین کندل چهارشنبه رفته سقف سه‌شنبه جمع کرده، ما وارد سل میشیم و پوزیشن های شورت میگیریم. ولی من زده شدن کف کندل ساعت 18 سه‌شنبه رو یک فیک چینج و در جهت جمع‌آوری نقدینگی ها میدیدم، چون این ناحیه آبی که تو قسمت بالای چارت دارید میبینید مشخص کردم یه لیول خیلی مهم بود برای من که تو مارکاپم برای دانشجوها مشخص کرده بودم و قیمت باید حداقل لیول 25 صدم یا نیم اون رو میدید تا بعدش من انتظار یک ریجکت ازش داشته باشم و این هانت کف کندل 18 سه‌شنبه رو به عنوان یک فرصت و نقطه ورود خیلی خوب میدیدم برای کشش به سمت بالا تا رسیدن به لیول هایی که درباره‌اش صحبت کردیم و با خیال راحت با حجم همیشگی بعد از هانت کف کندل سه‌شنبه که ساعت 18 بود با تاییدیه از تایم فریم پایین تر و بین سازی وارد شدم و ما میدونیم که وقتی همچین نقدینگی از این کف 18 سه‌شنبه جمع‌آوری میشه، انتظار یک چرخش و تغییر جهت رو داریم و لیول هایی که به عنوان هدف میتونیم بهش دقت کنیم، یکیش همین سقف کندل ساعت 2 چهارشنبه است و من یک پوزیشن دقیقاً با حل کندل 5 و 15 دقیقه روی M15 گرفتم و استوپم هم زیر کف کندل ساعت 5 گذاشتم و یک ریوارد 12.5 بهم داد. چرا این پوزیشن رو گرفتم؟ چون قیمت رسیده بود به این کف M15 که تو ساعت 21 روز سه‌شنبه بوده که این کفی که خودش بهش اشاره کردم میبینید که چه حرکت بولیش خوبی ساخته بود. از طرفی لیولی هم که من از تایم بالاتر مشخص کرده بودم، همون 25 صدم نیمی که بهتون توضیح دادم، هنوز تاچ نشده بود و دیدگاه من همچنان صعودی بود
که در تایم فریم H4 هم توضیح داده بودم. ببین شما ممکنه برات سوال بشه که تو این کندل 5 و 15 دقیقه تایم فریم M15 چهارشنبه چی دیدی که با اوپنش وارد شدی؟ اینجا که اصلا چینجی رخ نداده. در مورد چینج اگه بخوام صحبت کنم، من چینج رو در این تایم M15 تو کندل 6 و 15 دقیقه و چینج رو بهتر رو توی کندل 6 و 30 دقیقه میبینم. و همونطورم که میبینید در روزهای بعد هم که قیمت بهش پول بک زده و یک اصلاحی رو به سمتش انجام داده، مثلا 9 و 45 دقیقه چهارشنبه چقدر خوب واکنش داده. و ما میتونستیم از این فرصت های مجدد به نفع خودمون خیلی عالی استفاده کنیم و نسبت به اون چینجی که در کندل 6 و 6 کنیم در این 15 درباره صحبت کردیم مطمئن می بودیم. میخوام در مورد روند همین M15 با شما صحبت کنم و بگم که چطور میشد جهتش رو تشخیص داد. دوستان چند تا دلیل مختلف داشت این دیدگاه سعودی که داشتیم. یکیش رو میشد از نوع استایل حرکتی قیمت متوجه شد و قیمت تو همین اسکیلی که داریم نگاهش میکنیم همش سقف‌های بالاتر ساخته و مداوم اونها رو به سمت بالا بریک کرده. دومین موضوع این کف سشن آسیا هست که در کندل 21 سه‌شنبه قرار داره و کمترین انتظاری که برای ما ایجاد میکنه بعد مصرفش یه حرکت صعودیه. و دوستانی که با اینگالف آشنایی دارن با کلوز کندل 5 و 15 دقیقه تو همین M15 میتونستن ورودشون رو بگیرن. و چرا این اینگالف برای من اهمیت داره؟ چون نشونه یک چینج خوب در تایم اموانه که میتونیم ببینیم قیمت بعد از مصرف اون کف آسیا چه کندل های سعودی قشنگی رو ساخته و حرکت و چینج در اموان آغاز شده. و این هم از چینج اموان که بین کندل 5 و 7 دقیقه و 5 و 16 دقیقه رخ داده و چینجی نیست که شما شک و شبهه‌ای توش داشته باشید. خیلی قشنگ تو 5 و 13 دقیقه اول اومده کف کندل 5 و 9 دقیقه رو به عنوان نقدینگی زده و بعد رفته سقف بالاتر زده و تمام به همین راحتی. استوپمون چقدر میشه؟ من میگم اصلا شما بیایی با کلوز 5 و 17 دقیقه خیلی هم بد وارد بشی، استوپت میشه $21 و این میشود یک معامله با ریوارد 7 و 73 که خیلی راحت میشد گرفتش. حالا نقطه خروجمون کجا میتونست باشه؟ از اونجایی که قیمت هنوز به لول 25 صدم و نیم ناحیه‌ای که مشخص کرده بودم نرسیده بود، پس چیزی سرایش نمیدیدم و هیچ چیز خاصی نبود که بخواد جلوی قیمت رو بگیره و بتونه کار خفنی بکنه. و خیالم از صرف تایم بالا راحت بود و خیلی راحت تا صرف 2.45 میشد اولین تارگت و تیپی ما که یه ریوارد 4.55 رو به شما به آسونی میده. دوستان که میبینید من سری میرم سراغ یه تایم و یک ناحیه رو مشخص میکنم بهتون نشون میدم، علت این سری بودن این است که من این نواحی رو تریدشون کردم و میدونم دقیقا چه اتفاقی اونجا افتاده بود و تا حدود زیادی توی ذهنم هست این جریانات. و نکته دوم اینه که وقتی شما تو لایو مارکت هستی
داری ریل تایم رو ترید میکنی، وقت خیلی زیادی داری که تمام این کارهایی که من سریع انجام میدم رو اونجا با خیال راحت انجامش بده خودت. و چون ما در تایم فریم های بالا جهت مارکت رو میسنجیم، خیلی زمان زیادی هم از اون طرف داریم. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا قیمت ورود دوباره اصلا بهمون میده و برای ما فراهم میکنه و آخر تیپی هاشون رو میسنجیم و میبینیم که چقدر بوده برآیندهشون. خب وقتی قیمت از اون کف سشن آسیا به ما نشونهای چرخش رو نشون داد، بعد از رخ دادن چینج من از این ناحیه کندل 6 و 25 دقیقه تو این فایل میتونم برای ورود بعدیم استفاده کنم. و همین استاپی که گذاشتم تا همین سقف 2.55 یا ریوارد 6.71 بهمون میده. حالا اینکه این چه ناحیه‌ای هست و چطور میشه پیداش کرد رو اینجا فرصتش نیست که من توضیح بدم. مجدد ساعت 9:45 چهارشنبه قیمت به همون ناحیه ورود ما برمیگرده برای تستش میکنه. اینجا اهمیت جریان سفارشات اصولی و تشخیص اونها اهمیت پیدا میکنه که میبینیم چقدر خوب داره جواب میده و بارها موقعیت میده و کار میکنه. که همین ورود سوم فقط تا سقف 9:35 به همون ریوارد 11.64 رو میده. خب برای این ویدیو کافی هست. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین قسمت ها مطلع بشید. منتظر ویدیوی بعدی باشید که کلی نکات کلیدی جدید در راهه. فعلا